بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه سبا آیه 49 الی آخر سوره آیه 54. آغاز سوره مبارکه فاطر الی آیه 3، صفحه 434. الله متعال در آخر سوره مبارکه سبا این را بیان میکنه که حق را الله متعال روان کرد که کتاب الله هست و باطل الله متعال محو کرد و از برای باطل بتپرستی کفر بازگشت وجود ندارد. و این را هم الله متعال بیان میکنه حالت انسان ها را در جهنم که چگونه انسان ها قرار میگیرند. الله متعال می فرماید قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاء الحق، آمد حق، و ما یبدئ الباطل و ما یعید، و باطل دوباره بر نمی گردد و محو شدنی و از بین رفتنی هستم. و این هم الله متعال بیان میکنه که مشرکین گمان میکردند که نعوذ بالله من ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم گمراه شده. الله جوابشان را بیان میکنه قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دللت، اگر گمراه شدم من، فانما اضل علی نفسی، پس گمراهی به زیان خود من هسته. و ان اهتدیت، اگر رهیاب شوم، فبما یوحی الی ربی، بسبب آنچه که الله متعال وحی میکنه به سوی من. الله ذات است که انه ارنا، الله متعال سمیع شنوا، قریب نزدیک است، از حالت من میفهمم. پس هدایت از طرف الله برای من هست. این ذکر میکنم آن الله متعال حالت انسانهای مجرم و کافر در روز قیامت بیان میکنه که انسانها در حالت ترس و وحشت در اوجا قرار میگیرند وقتی که عذاب الهی را مشاهده بکنن. ولو ترا، وقتی که ببینی انسانهای مشرک و کافر اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. ولو ترا، وقتی که ببینی حالت انسانهایی که اونا در دنیا کفر ورزیدن، معصیت کردن، اذ فزعوا، در آنجا ترسناک و در حراس هستند، فلا فوت، پس راه گریزی برشان وجود نداره که از عذاب الله فرار بکنن. و اخذوا، و گرفته میشن امی انسانها، من مکان قریب، از مکان نزدیک به آتش الله اینا را میاندازه و راه گریزی دیگه ندارن که از عذاب الله اینا فرار بکنن. وقتی که اینا عذاب الله را مشاهده میکنن، باز اینا میگن که آل ما ایمان میاریم و ایمان آوردن در اوجا دیگه برشان نفرسانده نمیتونه و نیست که اونا را از عذاب الله نجات بدن. و قالو، میگوین امی انسانهای کافر و مشرک وقتی که عذاب الله را مشاهده بکنن، آمنا بهی، ما ایمان آوردیم به همه آنچه که از طرف الله هست. آن جوابشان را الله بیان میکنه و انا لهم التناوش، و چگونه بوده باشه به اینا میسر من مکان بعید، از مکان دور. یعنی در دنیا اینا برشان ایمان آمده بود، برشان نفرسانده میتونست، اما در آخرت دیگر برشان فایده نداره. اوج عذاب الله را مشاهده بکنن و بگوین ما ایمان آوردیم. و این هم الله متعال بیان میکنه که در دنیا برشان آیات پروردگار هدایت الله آمد و اینا او را نپذیرفتند و منکر غیب شدن آنچه که آخرت بود و حساب کتاب بود. و قد کفروا به، به تحقیق کافر شدن اینا من قبل و پیش از آخرت در دنیا. و یقذفون بالغیب، مثل که نادیده چیز را بیندازن فیصله کردن
من مکان بعید، از مکان دور اینا ایمان و باور به الله متعال ناوردن. آن الله اینا ذکر میکنه که آنچه که اینا کردن الله متعال میانشان حائل قرار میده که اینا به جهنم قرار میگیرن و حیل بینهم و حائل قرار میشه میانشان و بین ما یشتهون و میان آنچه که خوش دارن کما فعل به اشیاعهم من قبل، چنانچه که پیش ازی الله میگه با انسان هایی که قبل از اینا بود ما همچون کار را کردیم که میانشان و میان جنت حائل قرار شد و اینا به جهنم قرار گرفتن. انهم کانوا اینا بودن فی شک مریب، در شک قرار گرفتن، در شک سخت. پس الله متعال میان از اینا و میان جنت حائل را قرار داد که اینا محروم از جنت شدن و از احسانات پروردگار اینا محروم شدن. سوره مبارکی سبا با امی آیه مبارکه ختم شد که اعمال ناشایستی که اینا در دنیا انجام دادن این باعث شد که اینا به جنت نروند و حائل شد میانشان. بعد از این سوره مبارکی فاطر هستم. سوره مبارکی فاطر از جمله سوره های مکی هست که این سوره مبارکه قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. 45 آیه سوره مبارکه داره و در قرآن کریم 34مین سوره هست. سوره مبارکه فاطر قسمی که لفظ فاطر در ایجا آمده یعنی بدون نقشه الله متعال همه چیز را خلق کرده، بدون کدام الگو کدام نقشی الله خالق همه چیز هست. به می خاطر در این سوره مبارکه نشانه های قدرت الله متعال ذکر میشه. از حالت انسان ها الله متعال بیان میکنه، موجوداتی که در دنیا هست از حالتشان الله متعال در این سوره مبارکه بیان میکنه. الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، همه حمد و ستایش خاص الله راست که فاطر السماوات، خلق کننده آسمان ها و الارض زمین است. بدون نقشه الله ایرا پیدا کرده. قسمی که امام بیضاوی صاحب در تفسیرش ذکر میکنه که فاطر السماوات بدون از یک نقشه کشیده شود الله همه چیز را خلق کرده. جاعل الملائکه، الله متعال قرار داده ملائک را رسولا، ای که اونا پیام الله را میفرستند به انبیاء علیهم السلام. وظیفهشان این هست که الله میگه که پیام آور هستند از طرف الله متعال و الله متعال پیرامون ملائک ذکر میکنه که اینا دارای بالها هستند، اولی اجنحه. الله میگه که ملائکه که اینا دارای بالهای دوگانه هستند، مثنا و ثلاث و رباع، سیگانه و چارگانه اینا بال دارند. ملائک دارای 2 بال و 3 بال و 4 بال هست. توسط بالها اینا پرواز میکنن با آسمان ها و پایین میشن. چنانچه که امام زمخشری صاحب در تفسیر ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج جبریل امین را دید که دارای 600 بال هسته و هر بال از این به اندازه مشرق و مغرب اما قدر پهناور بزرگ هست و جبریل امین بسیار عظیم بوده. به می خاطر وقتی که وحی هم میاره در غار حرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترس در وجودش به وجود میام و این مخلوق عظیم پروردگار است که الله اینا را به می شکل خلق کرده. یزید و الله اضافه میکنه الله متعال فی الخلق ما یشاء، در خلقت هر چیزی که بخواه این به دست بلا کیف پروردگار متعال هسته. ان الله راینا الله متعال علی کل شیء قدیر، به همه چیز الله متعال قادر و توانا هسته. آل الله این را ذکر میکنه که اگر الله بخواه رحمتش را به کس نصیب میکنه و اگر از کس بخواه الله او را دور میکنه. پس پروردگار متعال ذکر میکنه ما یفتح الله للناس، آنچه که الله متعال از رحمتش نصیب بکنه برای انسان، فلا ممسک لها، پس کسی نیست که او را دفع بکنه.
او را دور بکنه. یک بندی را الله نعمت و احسان نصیب میکنه، سلامتی نصیب میکنه، کسی نیست که از پیش از او بگیرم. و ما یمسک، و کسی را که الله از او بگیره، فلا مرسل له من بعد، کسی نیست که بر از او بس دوباره برگردانه. ای الله هست که همه چیز را برای بنده میته، نفع و ضرر از آن الله هست که الله برای انسان میته. و هو العزیز الحکیم، الله متعال غالب با حکمت هست. آن الله متعال این را ذکر میکنه که بنده ها باید احسانات الله را فراموش نکنند. یا ایها الناس، ای مردم، اذکروا، یاد کنین شما، نعمت الله علیکم، نعمات پروردگار بالایتان که الله نصیب کرده برتان. هل من خالق، آیا هست خالق غیر الله، غیر از الله متعال، یرزقکم، که روزی بدهد شما را، من السماء والارض، از آسمان و زمین، که اسباب رزق را الله در آسمان و زمین برای انسان ها پیدا کرده. آیا غیر از الله اتون خالق وجود داره که برای این قدر مخلوق که در دنیا هسته رزق روزیشان را نصیب بکنه؟ این تنها ذات عظیم الله هست که همه مخلوقاتش را رزق میده. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی بجز الله متعال. فانا تؤفکون، پس چگونه شما حق را ترک میکنین، از حق شما میگردین به طرف معصیت و گناه؟ آیات مبارکه امی پیام نداره که انسان مؤمن الله را فراموش نکنه، اعمال نیک را انجام بده و از اللهش همیشه تشکری بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.